الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه امروز میپردازیم به یکی دیگر از اصول و قواعدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دینداری تعیین فرمودند. روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که بخاری و مسلم آن را نقل کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که در دین ما یک چیزی را بدعت گذاری بکند و پدید بیاورد که از دین نیست و مورد تایید ما نیست، چون این چیزی مردود هست و قابل پذیرش نیست. در این قاعده در واقع رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما می‌فرمایند که هر گونه بدعت گذاری در دین مردود و غیر قابل پذیرش هست. عباداتی رو که ما انجام میدهیم به عنوان یک اعمال دینی و اعمال عبادی، فقط در صورتی پذیرفته خواهند بود که دو شرط اساسی رو داشته باشند. یعنی عبادات به صورت کلی، اهم از این که عبادات عملی باشند یا گفتاری باشند، دو شرط اساسی برای پذیرش اونها در درگاه الله متعال وجود دارد. یکی این که این اعمال خالصانه برای الله متعال باشند، یعنی توأم با اخلاص نیت باشند، خالصانه و فقط برای الله متعال انجام شده باشند. و دومی این که مطابق با سنت و آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. در قاعده اولی اگر یادتان باشد روایتی رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما نقل کردم که ایشان فرموده بودند: انما الاعمال بالنیات. میزان و معیار ارزش و پذیرش عمل نیت هست. و در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر گونه بدعت گذاری در دین مردود هست و قابل پذیرش نیست. پس بنابراین اعمال عبادی ما دو شرط دارند. اگر این دو شرط در آنها یافته شد قابل قبول خواهند بود در درگاه الله متعال، وگرنه الله متعال چنین عبادتی را نمیپذیرد. اول این که خالصانه برای الله متعال باشند، نه برای ریا، نه برای دیگران باشند. و دوم این که مطابق با دستور الله و آموزه ها و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. در جلسه قبل میزانی رو که خدمت شما عرض کردم، قاعده اولی و اصل اول در مورد جنبه و بعد درونی و معنوی بود. انما الاعمال بالنیات، معیار ارزش و پذیرش اعمال نیت هست. یعنی بعد درونی رو برای ما بیان میکرد. یک اصل و قاعده در مورد نیت که وابسته به قلب و درون انسان هست. یعنی معیار و میزان درونی رو تعریف میکرد و در این قاعده رسول الله صلی الله علیه وسلم معیار و میزان ظاهری اعمال را برای پذیرش بیان میفرمایند. هر عملی که مخالف با دستور الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد،
از دیدگاه شرعی مردود هست و باطل و فاسد هست و قابل پذیرش نزد الله متعال نیست. یکی از علما به نام قاسم ابن سلام رحمت الله علیه می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دو روایت در واقع تمام امور دنیا و آخرت را جمع کردند. امور ظاهری رو که ما در دنیا انجام میدهیم این قاعده رو برایش قرار دادند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر گونه بدعت گذاری در دین مردود هست. از نظر ظاهری اعمال دنیوی ما با این قاعده سنجیده می شوند و از نظر اخروی یعنی ثوابی رو که ما در آخرت انتظار داریم با معیار و با قاعده اولی سنجیده می شود. انما الاعمال بالنیات. اعمالی رو که شما در دنیا انجام دادید گرچه از نظر ظاهری مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، اما چون که از نظر باطنی خالصانه برای الله متعال نیست بازم قابل پذیرش در درگاه الله متعال در واقع نخواهد بود. پس بنابراین هر عملی که مخالف با آموزه ها و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد مردود هست. در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. فهو رد، این که عمل مردود هست یعنی چی؟ یعنی این که هر عملی که خلاف دستور خدا و رسول باشد و برخلاف آموزه ها و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد باطل و غیر قابل قبول هست. از این اصل و از این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم اصولی ها اومدند و چند قاعده و اصل فقهی را در واقع تدوین کردند. من جمله این که میگویند کل عبادت علی وجه منهی عنه فاسد. هر عبادتی که با کیفیت منهی عنه، با کیفیت غیر قابل پذیرش و برخلاف سنت رسول الله انجام داده شده باشد فاسد هست. یا به تعبیر دیگر یک قاعده دیگر اصولی ها دارند که النهی یقتضی الفساد. نهی فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک عملی به معنی فاسد بودن اون عمل هست. پس بنابراین وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، یعنی هر عملی که برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و برخلاف آموزه های دینی و شرعی ما باشد اون عمل فاسد و باطل هست و انسان مسلمان هم نباید در مورد آن امید ثوابی رو داشته باشد. به طور مثال روزه گرفتن یکی از عبادات هست و روزه رمضان یکی از فرایض و ارکان اصلی دین مبین اسلام هست. اما روزه گرفتن در روز عید و در ایام تشریق یک کار بیهوده هست. از نظر شرعی ممنوع هست روزه گرفتن در روز عید. الان اگر کسی بیاید در روز عید قربان یا عید فطر روزه بگیرد این عملش مردود هست. یعنی این که چنین عملی، چنین روزه‌ای که در روز عید انجام گرفته باشد باطل هست و قابل پذیرش نیست و هیچ گونه ثوابی را هم ندارد، بلکه انسان مسلمان به خاطر مخالفت با دستور الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم گناهکار هم می شود. به طور مثال نماز خواندن، روزه گرفتن یک عبادتی هستند، اما الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای زنانی که در حالت عادت ماهیانه یا خونریزی بعد از زایمان هستند نماز خواندن را و روزه گرفتن را حرام قرار دادند. پس بنابراین اگر زنی در این ایام روزه بگیرد نه تنها یک عبادتی را انجام نداده بلکه کار خلاف شرعی را هم انجام داده.
پس بنابراین هر کاری که برخلاف دستور خدا و رسول انجام شده باشد از نظر شرعی باطل هست و عبادتی محسوب نمی شود. نقطه جالبی که در این روایت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند من احدث فی امرنا هذا، هر کسی که در امر ما، در کار ما یک چیزی را پدید بیاورد، بدعت گذاری را بکند، اون مردود هست. تعبیری که در اینجا فرمودن به معنی امر هست. امر یعنی کار، یعنی شغل، یعنی این مطلب را میخواهد به ما برساند که دین شغل ما هست، کار اصلی ما و کار اساسی ما همین دیانت و دینداری هست. بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند هیچ کسی حق ندارد که در شغل ما، در کار ما، در اساسی ترین امر ما یک چیزی را از طرف خودش در واقع اضافه بکند یا یک چیزی را، کیفیتی را از آن بکاهد و کم بکند. و نقطه دیگری که در این روایت قابل تأمل هست و در واقع جزء قیودی هستند که در این روایت اومده، این هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا، هر کسی که در این امر ما، یعنی در دین ما، یک چیزی را پدید بیاورد، یک بدعتی را ایجاد بکند، از دیدگاه ما آن بدعت مردود هست و باطل هست. یعنی این که وقتی که ما حکم میکنیم که فلان کار بدعت هست، ناروا هست، یک کار جدید و بی سابقه‌ای هست در دین، این می شود بدعت، این می شود یک کار ناروا. یعنی این که بدعت فقط در صورتی بر یک عمل اطلاق می شود که اون عمل یک عمل عبادی باشد، یک عمل دینی باشد و ما به خاطر اون عمل تقرب بجوییم به درگاه الله متعال. اما اگر یک عمل روزمره باشد، جز امور زندگی ما باشد، اسباب و وسایل نوینی برای تأمین رفاه و آسایش ما باشد، اینها را به هیچ عنوان نمیتوانیم بدعت نام بگذاریم. به طور مثال وسایلی که امروز وسایل خانگی ما هستند و در منزل از اونها استفاده میکنیم، خودرو هست که بر آن سوار میشویم، یا مراکب دیگر هستند، اسباب و ادوات دیگر هستند، به هیچ عنوان و با هیچ معیاری نمی شود به اینها بدعت گفت. بدعت یعنی یک امری که انسان اون کار رو انجام می دهد و به خاطر انجامش امید ثوابی رو از الله متعال دارد و به گمان خودش یک نوع عبادت و تقربی رو انجام داده. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند بسیار شفاف و واضح هست در کلمات بسیار کوتاه و شمرده شده من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، هر گونه بدعت گذاری در دین مردود هست و هر عملی که برخلاف سنت و آموزه های رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند، حکم شرعیش این هست که آن عمل باطل هست و فاسد هست و به درگاه الله متعال قابل پذیرش نیست. بعد از یک میان برنامه انشالله خدمت شما باز میگردم و مطالبی دیگر در شرح این قاعده و اصل دینی خدمت شما بیان خواهم کرد. هل تعرفون من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تعلمون لماذا يحبه العالم؟ ما الذي جعل جذع الشجر يحن ويبكي على فراقه صلى الله عليه وسلم؟ الذي جعل هذا الجبل الساكن يهتز ضربا حين وقف عليه؟ إنه نبي الرحمة. ستسألون عن ذلك الحب الذي ملك القلوب. ويا من تحاولون الإساءة لنبينا الكريم، تعالوا واقرأوا سنته واسمعوا كلامه. نحبك يا رسول الله ونفديك بأرواحنا. وكيف لا نحبه وهو نبي الإنسان يحزن لحزن طفل
مات عصفوره. ستعلمون حقا أنه ما بعث إلا رحمة لكم. آری بینندگان عزیز و ارجمند، بنا به فرموده و توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر گونه بدعت گذاری در دین مردود هست. اگر ما واقعا دقت بکنیم در این اصل و قاعده، میبینیم که پایبندی به دستورات خداوند متعال و عمل کردن بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موجب تقرب ما به درگاه الله متعال می شود و هر گونه تخطی از دستور الله و رسول گرامیش موجب هلاکت و موجب هدر رفتن اعمال ما می شود. بدعت گذاری در دین و ایجاد گونه‌های نوینی برای عبادت و تقرب به درگاه الله متعال مفاسد زیادی رو در بر دارد. به طور مثال بدعت گذاری در دین یک نوع خورده گرفتن بر الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم و بر شریعت اسلامی هست. ما می‌دانیم که دین اسلام یک دین کاملی هست. تمام اعمالی که به عنوان تقرب باید انجام بگیرند و تمام عبادات و امور دینی و شرعی از جانب الله متعال کاملا بیان شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم امور عبادی را کاملا برای ما هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت کاملا تشریح فرمودند، به گونه‌ای که الله متعال در آخرین روزهای زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام فرمودند که دین و دیانت و اموری که به عنوان تقرب و دینداری انجام می‌شوند کامل هست و هیچ گونه نقصی و هیچ گونه کمبودی در آن نیست. الله متعال می‌فرماید در سوره مائده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من دین را بر شما کامل کردم، هیچ گونه کمبودی و هیچ گونه نقصانی در آن وجود ندارد. و اتممت علیکم نعمتی، نعمت دین را بر شما کامل کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و این دین کامل را و این نعمت تمام را به عنوان بهترین دین برای شما برگزیدم و پسندیدم. پس بنابراین آن کسانی که می آیند یک گونه جدید عبادتی را در دین اضافه می کنند، یک روش جدیدی را برای تقرب ایجاد می کنند، یک عبادتی را که در دین اسلام تعریف نشده ایجاد می کنند، اونها در واقع خورده می گیرند بر خدا و رسول که این عمل باید جز دین می شد، فلان عمل باید جز تقربات قرار می گرفت، فلان عمل باید نشانه دینداری می شد، اما خدا و رسول که این رو تعیین نکردند. پس بنابراین اون کسانی که هر گونه بدعتی رو در دین ایجاد می کنند و گونه عبادت و تقربی را که در دین تعریف نشده در دین اضافه می کنند، در واقع خورده می گیرند بر خداوند متعال و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام مالک رحمت الله علیه یک گفتار بسیار زیبایی رو دارند. ایشان می فرماید که من احدث فی هذه الامه شیئا لم یکن علیه سلفها فقد زعم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خان الدین. هر کسی که در این دین و در این ملت یک چیزی را ایجاد بکند که در زمان سلف صالح وجود نداشته،
چون این شخصی در واقع عملا معتقد به این هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در تبلیغ و تبیین دین خیانت کردند. لأن الله یقول الیوم اکملت لکم دینکم، زیرا که الله متعال می‌فرماید من دین رو برای شما کامل کردم. فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، هر چیزی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم جز دین و دینداری نبوده، امروز هم جزو دین قرار نمیگیرد. واقعا این گونه هست. اعمالی که ما انجام میدهیم، این گونه های عبادت و تقربی که ما ایجاد کردیم، رفتن سر قبرها، استخاصه و طلب دعا از مردگان، طواف پیرامون قبرها، توسل‌های شرک آمیز، از کاری که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده، کیفیت ذکری که در زمان رسول الله نبوده، اعمالی که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان یک دین انجام نداده و سنت ایشان نبوده، ما اونها را جزو عبادت قرار بدهیم، این در واقع یک نوع بدعت گذاری هست و یک نوع خردگیری بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند کل بدعت ضلاله، تمام بدعت ها ضلالت و گمراهی هستند. هر بدعتی ولو این که 1% فاصله داشته باشد از دین اسلام، یک نوع ضلالتی هست که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم تأیید نکردند و یک نوع تقرب به درگاه الله متعال در واقع قرار نمیگیرد. پس بنابراین هر گونه بدعت گذاری در دین مردود هست. و یکی دیگر از معایب بدعت گذاری در دین این هست که اگر قرار باشد که هر عالمی، هر پیر و مرشدی بیاید در دین یک طریقه جدیدی ایجاد بکند، یک گونه نوینی برای عبادت و تقرب پیدا بکند، یک عبادت جدیدی رو در دین اضافه بکند، دین در واقع می شود مضحکه و مورد تمسخر مردم. و واقعا هم این گونه هست. در بسیاری از جوامعی که برخی از عالم نماها و کسانی که ادعای احسان و تزکیه را دارند، گونه های عبادتی رو اضافه کردند در دین که سیمای شفاف و زیبای اسلام را در واقع خدشه‌دار کردند و هر کسی با گذشت یک زمان می آید و یک چیزی را در واقع به عنوان یک دین و یک عبادت در دین اسلام اضافه می کند. پس بنابراین اگر دروازه بدعت باز بشود، دین می شود مجموعه اجتهادات و ابتکارات و اختراعات افراد، در صورتی که دین اون چیزی هست که فقط و فقط الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما تبیین کردند. یکی دیگر از مشکلاتی که بدعت دارد این هست که با پدید آمدن هر بدعت یک سنت در واقع می میرد. هرگاه که یک بدعتی متولد می شود و در دین اضافه می شود، یک سنت از طرف مقابل برچیده می شود. حسن ابن عطیه رحمت الله علیه می گوید که ما احدث قوم بدعتا فی دینهم الا نزع الله من سنتهم مثلها. هرگاه که یک قومی بدعتی رو در دین ایجاد بکنند، الله متعال یک سنتی رو از اونها میگیرد. ثم لم یعدها الیهم الی یوم القیامه، تا روز قیامت هم اون سنت به جای خودش بر نمیگردد. قطعا این گونه هست. ببینید در اعمال روزمره ما، در نماز ما، در روزه ما
و در ذکر و اورادی رو که ما داریم و در اعمال دیگر بیاییم ببینیم که الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز را چگونه تعریف کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه نماز میخوند، نماز را از کجا آغاز میکرد و کجا تمام میکرد، چه چیزهایی جز سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، بر اونها عمل بکنیم. اگر یک عملی ولو این که فلان عالم گفته باشد در صورتی که از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست، ما باید آن را رها بکنیم. بر قول یک عالم یا بر قول یک صوفی و درویش ما نباید به اندازه تعصب داشته باشیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم را حاضر باشیم که کنار بذاریم، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را که ثابت هست حاضر باشیم که آن را فدا بکنیم به خاطر گفته و نظر یک عالمی یا یک درویش و صوفی. این واقعا بزرگترین بی احترامی به رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و قطعا این گونه هست. با هر عمل بدعتی یک سنتی از بین می رود. به طور مثال در باب توسل مثلا عرض می کنم، توسل به مردگان یک توسلی هست که در دین هیچ گونه نقشی رو نداره و هیچ گونه اصلی رو در دین ندارد. توسل به ذات انسانها هیچ گونه اصلی رو ندارد در دین. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم که باشد، بنابر اعتقاد ائمه اربعه ما و در رأسشون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، توسل به ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز نیست. توسل به قبر و به پیر و به زیارت توسل های نامشروع و بدعتی هستند که در دین ایجاد شده. الان ببینیم که در بسیاری از جوامعی که توسل به قبر رواج داره، توسل به ذات رواج داره، توسل به مردگان رواج داره، در چنین جوامع کسی نمی آید به اعمال نیک توسل بکند. کسی را پیدا نمی کنی که به ایمان خودش توسل بکند. کسی را نمی بینی که به اسماء و صفات الله متعال توسل بکند. توسل های مشروع این هست، یعنی توسل به نام خداوند متعال، به صفات الله متعال، به اعمال نیکی که ما انجام دادیم، به تقرب ها و عبادت هایی که انجام دادیم، به معصیت هایی که انجام ندادیم و از اونها دست کشیدیم. اینها توسل مشروع هست. اما در جامعه ای که توسل های شرک آمیز رواج پیدا کرده، این توسل های مسنون و سنت در واقع از بین رفته و قطعا هم این گونه هست. هرگاه یک بدعتی و یک کار ناروایی در دین ایجاد می شود، یک سنت از طرف مقابل ضایع می شود. پس بنابراین بیاییم بازنگری بکنیم در تمام اعمالی که به عنوان تقرب به درگاه الله متعال انجام می دهیم. اگر مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، جای تبریک دارد و جای افتخار دارد. اما اگر برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، ما باید از آن دست بکشیم، زیرا که محبوب ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر گونه بدعت گذاری در دین مردود هست. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.